امروز کارگاه آموزشی برای جوانان از سوی آمریت جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات افتتاح شد. و این برنامه تحت عنوان برنامه‌های آموزشی از رهگذر و از آدرس آمریت امور جوانان برای خدمت رسانی و جوانان ارائه شد. این برنامه در حدود 210 نفر از اشتراک کنندگان را زیر پوشش خود داشت و برنامه‌های مختلف و نوعی را تدریس می‌کرد. مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات که در این مراسم سخنرانی می‌کرد، با انتقاد از کم توجهی‌های نظام پیشین به بازسازی و رشد نیروی فعال اجتماعی از جوانان خواست تا همگام با نظام اسلامی بر انکشاف کشور کار کنند و توقع از بیگانه‌ها نداشته باشند. این رو یقین بکنید در 20 سال گذشته خارجی‌ها که آمدن با میلیاردها دلار در افغانستان وقتی برنامه برای ما نساختن، پروگرام نساختن، یک پروژه قوی به دست ما ندادن و افغانستان وضعیت اقتصادی از او بهتر نشد، 100 سال دیگر که خارجی‌ها می بود هرگز وضعیت اقتصادی افغانستان مطمئن نمی‌شد. در همین حال عبدالمتین عادل آمر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات همچنان از طرح و پلان‌های ظرفیت‌سازی جوانان سخن زده و از جوانان می‌خواهد تا با چالش‌های موجوده‌شان مبارزه نموده و از فرصت‌ها استفاده بهینه نمایند. از چالش‌هایی که در برابرش قرار می‌گیرد به خوبی استفاده بکنه و برای نفع خود، برای آینده جامعه خود، برای اینکه آینده بهتر داشته باشیم، جامعه غنی داشته باشیم، جامعه نیازمند نباشیم، جامعه بی‌نیاز داشته باشیم، به خوبی از فرصت‌ها و چالش‌ها استفاده بکنیم، مطالعه بکنیم، اهل مطالعه باشیم. از سوی همشماری از جوانان داوطلب که برای فراگیری برنامه‌های آموزشی در این برنامه حضور داشتند، تلاش‌های آمریت جوانان برای ظرفیت‌سازی و رشد نیروی فعال را اقدام نیکپسندانه می‌دانند. کار اقدام نیک، مبارک و بی سابقه می باشه این کار آمریت جوانان اطلاعات فرهنگ ولایت هرات و ما خیلی خوشحال هستیم که در چنین مکانی ما توانستیم جمع بشیم و درس بخوانیم و این ابتکار بسیار یک ابتکار مفیده و این میتونه که جوانان شهر ما بیدار کنه. گفتنی است که با افتتاح این برنامه برای بیش از 200 تن از جوانان در شهر هرات زمینه آموزش‌های زبان انگلیسی، عربی و برنامه‌های کامپیوتری مهیا گردیده است. اسماعیل صفا، رادیو حریت، هرات.